امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که این لک ها و آثار باقی مونده از لاک ژل رو با کمترین هزینه از بین ببریم. این هم قسمت مربوط به لامپ های یووی که در واقع همتون با این صحنه مواجه هستین. نیاز داریم به یک کلینزر و پد، همینطور پوشر. ابتدا کلینزرتون رو روی سطح کار اسپری بکنید و چند دقیقه زمان بدین تا کاملا کلینزر روی مواد اثر کنه. سپس با استفاده از یک پد شروع کنید و سطح رو بسابید و این کار رو ادامه بدین تا جایی که اون آلودگی سطحی از روی کار برداشته بشه. من اینجا سرعت کار رو میبرم بالا تا بتونیم تا پایان کار رو ببینیم. با استفاده از یه دستمال سطح کارم رو پاک میکنم تا قسمت هایی که با کلینزر تمیز شده مشخص بشه. سری نقاط که با لاک ژل، پلی ژل و انواع ژل ها در واقع پوشونده شده و پاک کردنش در کمی زمان بر هست رو از یه پوشر فلزی کمک میگیرم و اونها رو بلند میکنم و این کار رو به قدری ادامه میدم تا سطح کارم کاملا تمیز بشه. این هم نتیجه کار. موضوع مهم اینه که برای انجام دادن این مراحل به هیچ عنوان از استون استفاده نکنید. این هم قسمت چراغ‌های یووی که می‌خوایم مثل صفحه زیرین تمیز بشه و تمامی مراحل رو برای این قسمت هم اجرا می‌کنیم. این هم نتیجه نهایی برای این قسمت. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و بفرستید برای دوستای ناخن‌کارتون.